یک مردک اعلان نوشته که زنی 50 ساله ما بعد زنه که 25 ساله حلیش بکنم. اکامین کجاش جای خنده آور؟ ها؟ کجاش؟ نه معنا دارد نه مضمون دارد ها؟ کجاش با میخندی هم مردک کلان؟ ای با نمیدونید تا؟ گنرال نقل کرد. کی نقل کرد؟ گنرال. گنرال؟ ها. چه لطفی زیرا گنرال نقل کرد چه خندن در کار باور که خوی که بازی فکری خند جوره جو خند بس باید گناه نداره ما که گناه داره وجدان انسانی یگاه گناه نداره ما که ما چراغه که سرخ گذاشته سرخ نبود وجدان انسانی سرخ نبوده سرخ بود او قصرخی نبوده که ما سرخ نبوده که آخی او قصرخی نبود بخدا سوپ سرخ بود نمی کم نمی او قصرخی نبوده قرمزی بود خیلی بود آخی نمی رنگ همین خرما واری بودی خیلی سرخی پر نبود آخه که همین سرخ باشه ما گرنگ ما کمه سرخ خیلی بشه آخه سرخ مثل پامیدار ولی سرخ میشه او خیلی سرخ نبود آخه که وجدان انسانی گوش کن تو چند بار خطا میکنی هفته گذشته درام و گذرگاه 4 قطعی کارمندی و چی میگم بدیا 15 دقیقه بحث کردی من از روی بحث بیمنی تو به چوره از کار گرفتن تو چی بحث کردی بحث بیمنی نبوده که چی خاکو برادر بود ما گفتیم که رفیق کارمندی گایی گفتم خب یک تا ساکت بیارو یک ساک جف 15 سومانه که جف یک ساک بیارم 100 بار گفتم که بیا که یک ساک بیارم همین حالت که برک گوشه پیشم با میدی تو 6 ساک دو گریلیگا گذاشت گفت من نفهمیدم 6 تا سوک چی منو داره اگه 6 تا سوک ماشینا مایدا که زگو برک گوشه همینجا آخه گفت وای 2 تا گریلش بود دو گریلش اگه او کمازای خیتوی دولانو اکو همون را که گریل میگن تا بینی خودش هفتهش نکن گوش کن من اینجا در پروتکل با دادرونش دیس فهمیدی می بر قطعی اویله تماشا کنو جریمه برده سپور فهمیدی گوش کن استاد عظیموف عظیموف عبدالجبار همین کس روز ملیسا آخه ما بام شعبه ما بام یک وظیفه گذاشتم تقلید اطاعت اگه با برنده 100% ماکت یک گمشت جنایتکار گمشت گردنه یکا تمام هنر دارم ماکا برندگی هم میکنه ماکا تو من خودت معلومات عالی داری معلومات عالی دارم ماکا کجا خوندگی تو این چیز سانا اما شعبه که شما تمام کردگی اون را مون تمام کردگی ماکا ما میتونیم کلکتیو بیشتر بوده من خیلی آرام تصور کنید کنسرت کنی شما برنده شما تقلید میکنید السلام علیکم دوستان عزیز میهمانان عالی قدر همه شما را بر روز عید تبریک میکنیم بگذار همیشه در لبات و خنده هویدا باشد در بزم امشب ما 20 هنرمندان شناخته جمهوری تاجیکستان حضور دارند اینک تحت کفکوی های بردوام شما هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان بانو زیبا مارخسار صفی و آمدن با تبریکات شما مرحمت پای مارخسار ما اصلا مارخسار صفی و در خدمت ما و شماست صفی و مارخسار بسیار خوب میسرایا مرحمت پای مارخسار تمام مردم شما را دید انتظارند شما بخوانه که مردم حلاوت ببرن پای مارخسار پای مارخسار بسیار ناز نکنه که بجایا ناز دوست نمیدارن اپا واسه میخوانه که مرحمت پای مارخسار بسیار مرحمت یعنی خرسقا برای شما بده پا ولی بعدی با خرسک بزنه پا جا مرحمت وقتی که سود خواندی بود کردی بعد خرسک بزنه یک بارگه خرسک بزنه این بدی بلند سایه بر سارت که نیاره نادیده مرسد قیدی دارد که نیاره نادیده مربت ملامت کرده جانه ملامت گره بغم گرفتار که نیاره در او پرت شیشته دری پر میاره تو تاقیر کج مونده غم در دیلی مجانه تو تاقیر کج مونده غم در دیلی مجانه سلامت باشه پای مارخسار خرسک پای مارخسار رفیق سردار من در وقتش هنرمند بدم حاج هنرمندی را بس کردم طبیب هستم حاج طبیب بکنم طبیبی بکنم اگر کسل باشی ما طبابت بکنه بی پول ما تراپی دارم با نام بوسه تراپی آها
من تکلیف کردن تمام مردم تبابت کردم. خب. وزارت کارهای داخله را بی پول تبابت کردم. یک مرد که ما گفت آقای شپریس نخره و کال نخره دار بی پول. یک مرد که ما گفت فکر بلبلیان دستم 10 ساله که کار نمیکنه در میکنه. از دستمو برادر یک بوسه کردم دستش در کار درآمد. یک سترچلیتن گفت آقای بلبلیان سرم 10 ساله که در میکنه. ای پیشانی هم برادر یک بوسه کردم سرم برادر ساز شد. یک نفقه خوری وزارت کارهای داخله یک سخن گفت تا حال سخنی او دل من خنجر میزنه. بسیار ما در بین مردم شرمنده کرد. چی گفت؟ گفت آقای بلبلیان شما هستین؟ گفتم بله. گفت شما با بوسه تبابت میکنید؟ گفتم بله. گفت آقای بلبلیان میبخشین می گی مرا تبابت نمیکنید؟ آجی رفیق سردار لبای تبابت بس کردم که خوش آجی نزد چه نمیکنم اینای تخمسر تبابت میکنم. آرام دوستان عزیز میمانان عالی قدر با آواز و نرمد مردمی جمهوری تاجیکستان نگین پانلو رؤوف و از عبدالجبار خواهش میکنیم برام و یک چند ترانه به سرای مرمد. ها یک دست گلم در ای فیضا باده های فیضا باده جان مرغی دل من همیشه در فریاده جان مرغی دل من همیشه در فریاده ها یارم اینجا باشد صحبتم آباده صحبتم آباده ها یارم رفته نصفی عمرم برباده ها یارم رفته نصفی عمرم برباده. انا میخوام وقتی که بود شد همه کسا با یک آواز میگویم روز ملیسا مبارک. السلام علیکم. السلام کنی نه شما گپی مرا گوش میکنه. یک ساعت شد ما در پشت در شما میستم. چی آرام درد آرام چی آرام نیایی آرام اینجا؟ آرام 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 حساس همی سردار. خواهر جان آرام آرام نمیشم تا گرد اپا جان آرام نه آرام نمیشم. خاله جان آرام نه آرام یه مرغی بخورز مادگی باره پخ پخ میکنی پیش من بعد هم همی چی اینجا تو با بازار می چی درد داری؟ آخه درد ما گوش نمیکنن. گپ زن. یک دختری نازنی یکا و یگانه مرا داماد میگه زندگی نمیکنه. یا دامادی خنکی تنه. بی عقل داماد بودایدن نیکی نه؟ این خیلی کار نیست داماد کنه داماد نمیشه داماد جیغ زنید بیاری حاضر توبت تست داماد درونه تست خنه چی درد دارم؟ حاضر همیشه من حال میکنم من میفهمونم هیچ ممکنه که همین خیلی دختری نازنین کردی شه بچه زندگی نکنه و دامادی بی عقل ده دامادی جیغ زنید تو آنه در پشت تو. گجابا آنه. رفیق نیاد یا یا من فشارم پس شد یا چراغ کشتتون می همین می بچه 7 شد بچه دار این کده شما چه خیلی گپ میزنید اگه جفتی تو دیده شما این کده چه خیلی گپ میزنید تاجیکی میاد ایتون می خندش خوره خیلی خوشتون مگه تاجیکی یاد نگیره خدا این که زوادی کمر به کار نمیکند این زوادکای همی خیلی السلام و علیکم. نامتون چی؟ سعید جان. سعید جان پدرت بر رحمت چی ساخته توی؟ سعید جان دادرم دادرمی نمیدونم چه توی گویم سعید جان دادرکم تو چی درد داری که قطعی این دختری خوشروانه دیبی و ماه برای زندگی نمی کنی؟ رفیق سردار لبای امی از زنک مادا ناشی چی؟ امین زنک مادا ناشی چی؟ نیمی قشلاق داشتید همی تدن نشید توی تماشا میکنم ملیسه بیان نمیگو جنگ شد زور اومد دو ملیسه صدمه شد دو ملیسه کلی خوشتومن جنگ کرد دو ملیسه یک خندات زن
ملیسا جشن مبارک ملیسا